سلام وقت بخیر. تمرین امروزمون هدف از تمرین بالا بردن سرعت و تمرکز روی عصب، عضله و چابکی بچه هست. بریم تمرین رو با هم نگاه کنیم. روی استپ میستم، میشه جفت 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 جمع، جفت باز، چپ، جفت راست، جفت جفت با جهش روی دو تا استپ. میام این ور بین کنز سبز قرار میگیرم، میشه چپ جفت راست جفت چپ جفت راست جفت. این تمرین رو با هم انجامش میدیم. بچه ها 15 تا شاگرد داریم که همشون یه دور انجام میدن. تو دور بعد حرکت تغییر میکنه. بریم با هم ببینیم. 2 1. خب تو دور بعدی میایم روی استپ، میشه استپ جفت، کنز راستم راست، چپم چپ جفت. بعدی میشه چپ راست جفت، دوباره جفت جفت، چپ جفت، راست جفت جفت. روی این کنزا اولی میشه راست چپ راست چپ، یه مقدار بالا تنم آماده میشه برای کنز بعدی. چپ، بعدی میشه راست چپ راست چپ راست. اوکی، 2 1. خب دور سوم تمرینمون استپ ها میشه یکی راست یکی چپ، میشه راست جفت جفت چپ جفت جفت راست جفت جفت چپ جفت راست جفت چپ. اوکی، استپ هامون شد یکی راست یکی چپ. کنزمون میشه جفت جفت، پای چپم به بیرون کنزه، دوباره جفت، این ور میشه پای راستم به بیرون، جفت 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 جفت. 3 2 آفرین، 3 2 1. خب بریم تغییر دور چهارم تمرینمون. روی استپ جفت وای میستیم، کنز خونه اول میشه راست راست جفت، بعدی میشه چپ چپ جفت، راست چپ جفت راست جفت چپ جفت. اینجا رو هم راست راست چپ چپ، دو تا خونه میشه راست، دو تا خونه میشه چپ، میشه راست راست چپ چپ راست راست چپ چپ راست. بریم 2 1.